زندگی چیست؟ خون دل خوردن و با علم سوختن، در مسیر تنهایی با درد گریستن، در دل راز اما با کسی نگفتن، در نزد مردم لبخند زدن و اما درون دل پر از درد بودن، به آرزوهای دل نرسیدن، در لب خنده و غم خود به کسی نگفتن، نقاب خوشحالی بر روی کشیدن، در دل غم را پنهان ساختن، بر رقیب خود حسد بردن و یک عمر گریستن. آدم ها قند را می شکنند تا از حلاوتش بهره برند، هیزم را می شکنند تا به گرمی برسند، غرور را می شکنند تا به افتادگی برسند، سکوت را می شکنند تا به آواز برسند. برای همه این شکسته هایشان دلیل خوبی دارند آدم ها، ولی هنوز هم من نفهمیدم چرا آدم ها دل می شکنند. مگر آنها دل ندارند؟ خدایا بعض بنده هایت آنقدر سنگدل هستند که درد دل شکسته دلان را نمی دانند.